جویباری میدانی مجسمه شهیدان جنگ بزرگ وطنی مرکز شهر خوجند است. حالت نگران کننده پرتوها و افلاسی جویبار و اطراف این موضع تاریخی تا جای حسن شهر را کاسته نموده است. از سبب گرمی هوا پرتوها و افلاسی های اطراف بوی غلیظ برآورده راهگذران و ساکنان و مهمانان شهر را نیز به تشویش آورده است. پرتو شدن به نمیبرد می به غلیظ میبرد همینجا خون میرد اما دنیای گل به مش شده بوی پرتوها قای رعایت کنن لازم میشد. همین پرتوهای رعایت کردن پرتون هر جای واب پرتون شهر بیزه میکند. برای همون جای واب پرتون لازم میشد. بجز از پرتو و افلاسی های جویبار در این موضع حالت های به مشاهده می رسد که از مدنیتی پستی ساکنان درک می دهد. مثلا بیشتری شخصانی بیکار و سرخوش و آواره‌گردان در میدان مجسمه شهیدان جنگ بزرگ وطنی تمام روز خواب می روند. راهگذران هنگامی صحبت با ما تاکید کردند که روز از روز حالت این موضع نگران کننده شده ایستاده است، زیرا حتی کرسی های برای نشست در این موضع گذاشته را آدمان شکستند و یا اینکه کنده پرتافتند. آبادی شهر ویران مونه. سیدینی هاش میشکنن همه جا موسر میپرتن دنیای می فانتوم موسر میپرتن ایسا موسر پرافتا و کافتا رو همون جا موسر های گفته میرات همونجا به شهر پرتاوش رو رسپون نکنه آلکشو پاکشو اراخرو همش میجنده. من اودی همونجا همون نازد نموداست که من استگان پرتاست که همونجا همون بیزیب که داشته میجا می روی میکردن نازم میشد. حالت های افلاسی جویبارها در موضع بازار پنجشنبه مرکزی شهر نیز به نظر می رسد. داخل جویبارها از پرتوهای گوناگون و مواد پلی اتیلنی پر شده است. در این موضع اساساً فروشندگان بازار و کارمندان آشخانه ها سودا می کنند. مردم اطراف و فروشندگان و سوداگران این موضع پرتو را به داخل قوطی پرتوانه‌ای به جویبار می پرتویند. بر ضمن این هنگامی نوارگیری گروهی کاری ما قوطی پرتوی نزدیک بازار از پرتو پر بود. از این سبب در اطراف قوطی نیز تودی پرتوها گذاشته شده است. در همین حال از کارخانه واحد دولتی کمونالی خدمترسانی نقلیاتی سنتری شهر خوجند به ما اطلاع دادند که در حدود شهر برای انتقال پرتوها بیش از 1000 عدد قوطی‌های پرتو گذاشته شده است که همه روز نزدیک 100 نفر کارمندان با 24 عدد نقلیاتی پرتوکشانی خدمترسانی می‌کنند. دوام یک شبانه روز 3 مرتبه قوطی‌های پرتو را از پرتوها تازه می‌کنند. از طرف مؤسسه برای اقدام گرفتیم که برای مدنیتی یعنی معامله پرتوها رو کمتر دگرگون کنیم و اقدام گرفتیم که در کوچه‌های پرتکالی شهر پرتوهای مخصوص گذاریم، یعنی برای هر یک نوع پرتوها علاوه پرتوقتی گذاریم. متاسفانه این اقدام ما از طرف شهروندان پررا رعایت کرده نشد و ما مجبوریم که برای همه پرتوقتی که ما گذاشته شدیم یک عدد یعنی نقلیات را جدا ننموده تنها یک عدد نقلیات را سفر برداریم. در یک شبانه روز در 3 بست کار فعالیت میبرند که بست یکم از ساعت 5 سحری تا 12 روزانه، بست دوم از 8 روز سحری تا 16 یعنی 4 بیگاهی، بست سیوم باشد از 4 بیگاهی تا 12 شبانه روزه خدمت کنند. مسئولین از بی‌اهمیتی برخی از شهروندان اظهار نگرانی نمودند. بنا به گفته آنها قسمی از ساکنان شهر به خصوص استقامت کنندگان بناهای بلند آشیانه تمام پرتوهای خانه استقامتی خود را برآورده در قد کوچه ها و یا اینکه در لب جویبارها میگذارند. مسئله دیگری تشویش آور این به جویبار پرتافتن آبهای افلاس می باشد که در هوای گرم بوی غلیظ میبرارد. گذاشتن پرتوختی در اون حالت ترتیب میگیرد که تنها با اجازت ساختارهای داخلداری حکومت شهر صورت میگیرد. ما از طرف مؤسسه خودسرانه برای گذاشتن پرتوختی در آن یا این نقطه صلاحیت نداریم. از فرصت استفاده برده از شهروندان شهر خوجند احترامانه خواهش می‌کنیم که برای زیبایی خوشرو گرداندن شهر خوجند پرتوهای خود را در وقتی مقرر گردیده و در جاهای معین شده پرتو گذارند.
дар шаҳри Хуҷанд дар умум 175 адад нуқтаи партов ташкил карда шудааст. Масъулин гуфтанд ки ҳоло ҳудуди шаҳри Хуҷанд пурра бо қуттиҳои махсуси партовпартоӣ таъмин карда шуда эҳтиёҷ ба қуттии партови дигар ҷой надорад. Барои онҳое ки мехоҳанд дар назди бино ва ё ин ки хонаи истиқоматиашон қуттии партов гузоранд, бояд ба корхонаи воҳиди давлатии коммуналии хизматрасонии нақлиёти санитарии шаҳри Хуҷанд муроҷиат намуда ариза пешниҳод кунанд. Дар ҳолати баррасии аризаи онҳо муаммои сокинон бартараф карда мешавад. гузориши Фарзона Шамсиева, Наимҷон Аюбов барои барномаи Иттилоотии Хабар.